بین دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان سازشنامه همکاری به امضا رسید. در اساس سازشنامه جوانان بیشغل در مرکزهای تعلیمی رایگان به کسب آموزی فرا گرفته شده بعداً همچون متخصص با کار فاصلوی تأمین می‌گردند. مسئولین میگویند که این اقدام تجربه نو در کشور بوده برای صاحب کار گشتن شهروندان مخصوصاً نفران آسیب پذیر مساعدت خواهد کرد. خیلی دوستان گفتن این اولین سازشنامه وزارت با مؤسسه‌های تعلیمی عالی است در سمت آماده نمودن جوانان به شغل فاصلوی، یعنی نمود نوی شغلی که در حقیقت آینده بسیار کلان دارد. مورد ذکر است که پارک تکنولوژی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان طول چند سال است که برای به شغل فاصلوی جلب نمودن شخصان آسیب پذیر جمعیت از جمله جوانان از روی یک چند لایحه‌ها با دستگیری مالیوی تشکیلات‌های بین الخلقی فعالیت دارد که یکی از آنها تشکیلات یونیسف میباشد. در چاره‌بینی امروزه هم نمایندگان یونیسف در تاجیکستان شرکت نموده در سمت به شغل فرا گرفتن جوانان بیکار راه‌های مؤثر روند فعالیت، طلبات بازار مهنت و شرط و شرایط کارفرمایان مبادله افکار نمودند. طوری که قیدگردی تا آخر سال پارک تکنولوژی دانشگاه مذکور امکان دارد تا 500 نفر را به آموزش جلب کرده 100 نفر آنها را با کار فاصلوی و معاش خوب تأمین نماید. طبق نقشه در 3 سال برای صاحب کار گشتن 500 نفر اهالی آسیب پذیر مساعدت می نمایند. ما سال روان و 5 سال آینده با دستگیری مالیوی دفتر خزینه کودکان سازمان ملی در تاجیکستان نیت داریم که آن جوانانی که نسبتاً آسیب پذیر هستند و از تحصیل بیرون ماندند، خصوصاً آن دخترکان و فرزندان عائله که به مهاجرت مهنتی فرا گرفتند، عموماً شخصان یک قسم آسیب پذیر جامعه را با آموزش دعوت نماییم تا که آنها آمده از دانش و ملک‌های زمانوی باخبر شوند و بعد از باخبر شدن آنها به شغل فرا گرفته شوند. چنانه که تاکید شد با جای کاری تامین کردن ساکنان یکی از سمت‌های مهم و افضلیتناک حکومت کشور محسوب یافته در این جاده پیوسته چاره‌ها اندیشیده می‌شوند. در برابر این در زمان معاصر علم و تکنیک بسیار راه و واسطه‌هایی هستند که شهروندان می‌توانند به نمودهای گوناگون کار فاصلوی جلب گردیده مبلغ خوب هم به دست آورند و زندگی خود را پیش برند. در این زمینه پارک تکنولوژی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان از روی ده‌ها برنامه‌ها کاربری نموده خواهشمندان را به آموزش فرا گرفته است که هدف اساسی این پیش از همه به شغل فرا گرفتن قشرهای آسیب پذیر ارزیابی کرده می شود. برای عملی نمودن این لایحه چند چاره‌بینی ها علاقه گذرانده شد. این هم باشد گذراندن ترینینگ ها برای جوانانی که امروز شغل به شغل احتیاج دارند و در این چاره‌بینی در این ترینینگ ها البته ملکه دانشجویان بلند کرده می شود و آنها آماده می شوند که در بازار مهنتی امروزه رقابت پذیر بوده جای کاری خود را یابند. مسئولین پارک تکنولوژی خواهش و ضعف و دانش کارجویان را به حساب گرفته آنها را به آموزش رایگان جلب می کنند و بعداً با جای کاری تامین خواهند کرد. گزارش افضل باسلیف، رفشان طاهرов، آزیا.